داستان آفرینش جهان، قسمت سوم. و خداوند سپس آهنگ آفرینش آسمان ها را کرد، پس تکمیل نمود آنها را 7 آسمان. در حالی که 18 میلیارد و 250 میلیون سال از ایجاد و گسترش جهان کوچک اولیه می‌گذشت، ناگهان محتوای این جهان دگرگون گردید. خرات و منظومه ها به هم ریختند. یک انفجار عظیم در درون جهان. یک انرژی متراکم. همه چیز را متلاشی و تبدیل به گاز و ماده مذاب گرداند. اجازه بدهید از خشونت لفظ انفجار کمی بکاهیم و مثالی بیاوریم تا تصویر ماجرا کمی آسان تر شود. مثالی نزدیک از طبیعت زیبای زمین. از جنگلی انبوه از درخت‌های کهنسال. لابد تنه بریده یک درخت را دیده اید. در تنه درخت چندین قشر حلقه‌ای دیده می شود که تو در توی هم قرار گرفتند. سن و سال و قدمت درخت از تعداد این قشرهای حلقوی مشخص می شود. در هر تحولی که در مرکز حلقه ها رخ می دهد، قشر جدیدی در آن متولد می گردد. تحول جهان اولیه نیز همین گونه بوده است. به نسبتی که جهان از تنه درخت بزرگتر است، تحولات آن نیز عظیم‌تر است. در جهان اولیه فرایندی مشابه برای اولین بار
در مقیاسی بسیار بسیار بزرگتر روی می‌دهد. با سرازیر شدن انرژی و مواد حاصل از فوران و دافعه از مرکز جهان اولیه، رفته رفته ابر گاز و دخان در یک نقطه متراکم گردید. در نتیجه نیروی دافعه کوچکترین ذره‌های موجود در گاز با هم تلاقی و با همجوشی به اندازه‌ای داغ و حرارت یافت که ناگهان منفجر شد. و خداوند اراده آفرینش آسمان دیگر کرد و آن دخان و بخاری بود. پس به آن و زمین فرمود خواه یا ناخواه بیایید، و آن دو گفتند فرمان پذیریم. با هر تحول و انفجاری که در مرکز جهان ایجاد می شود، یک سماع یا آسمان جدیدی در آن متولد می گردد. همانند درخت جوانی که از عمر آن 2 سال سپری گشته و دارای یک مرکز و 2 حلقه قشری است. اینک پس از بیگ بنگ اول جهان دارای یک مرکز و 2 سماع یعنی 2 آسمان شده است. و خداوند آسمان‌ها و زمین را در 6 روز خلق کرد. امروز جهان 6 روز از عمر خود را طی کرده است. و اینک در روز 7 به سر میبرد. جهان پهناور ما در مرحله ایجاد 1 آسمان داشت. و آنگاه 6 آسمان دیگر در 6 بیگ بنگ بزرگ یا در 6 قیامت و نبع عظیم به وجود آمدند. اکنون جهان ما در مجموع دارای 7 پوسته یا 7 قشر حلقه‌ای یا 7 آسمان است. و امروز جهان در اواخر روز 7 قرار دارد. در 6 بیگ بنگ و نبع عظیم
7 سما یا آسمان بر کائنات شکل می‌گیرد. و خداوند 7 آسمان را به ترتیب در 123 میلیارد و 200 میلیون سال پدید آورد. اولین آسمان در مرحله ایجاد جهان اولیه شکل می‌گیرد. دومین آسمان در اولین بیگ بنگ. سومین آسمان در دومین بیگ بنگ. چهارمین آسمان در سومین بیگ بنگ. پنجمین آسمان در چهارمین بیگ بنگ. ششمین آسمان در پنجمین بیگ بنگ و هفتمین آسمان در ششمین بیگ بنگ یا ششمین روز شکل می‌گیرد. اما نزدیکترین آسمان به ما، یعنی پایینترین آنها را آسمان اول می‌نامیم. و آسمانی که بالای آن قرار دارد را آسمان دوم. و بالاخره آسمانی که در مرحله ایجاد به وجود آمده است را آسمان هفتم می‌نامیم. در هر تحول و بیگ بنگ بزرگی که در مرکز جهان رخ می‌دهد، همانند یک درخت، قشر تازه و آسمان جدیدی در جهان ایجاد می شود. سن و سال و قدمت کائنات همانند درخت از تعداد قشرهای حلقه‌ای و آسمانهای آن محاسبه می شود. و اینک از عمر کائنات و 7 آسمان 123 میلیارد و 200 میلیون سال سپری گشته است. و قبل از آن روزی بود، روزی نبود. غیر از خدا چیزی نبود. خداوند بود و با او چیزی نبود. پایان قسمت 3.